وظیفه و مسئولیت من و شما در قبال فلسطین چیست؟ وظیفه و مسئولیت ما مسلمان ها در قبال فلسطین چیست؟ در قبال خلاصه کسانی که با خاک و خون غلطیده هستند چیسته؟ آیا سوختاندن بیرق اسرائیل این وظیفه است؟ بیرق اسرائیل را بسوزانید؟ یا اینکه بگیم مرگ بر اسرائیل؟ آیا همین وظیفه ما هست؟ 75 سال میشه که میگیم مرگ بر اسرائیل، ولی این مرگ بر اسرائیل کار را نکرده. مرگ بر اسرائیل کار را نکرده. آیا وظیفه ما و شما مسلمان همی است بیرق اسرائیل بسوزانیم و مرگ بر اسرائیل بگیم، یا اینکه بیایم قرآن تلاوت بکنیم، شروع بکنیم سوره فاتحه الحمد قل هو الله بخوانیم؟ عزیزان و بزرگواران، وظیفه امت اسلامی و من و شما آماده جهاد در فلسطین هستیم. این وظیفه هست. مسلمان از آدرس دین میخوای وظیفه تو، اینجا جای نیست که بیرق اسرائیل بسوزانی. 75 سال میشه سوختاندی، 75 سال میشه در کوچه و بازار گفتی مرگ بر اسرائیل، ولی الان وقتی رسیده که آمدگی به جهاد در فلسطین بگیری و بگذاری این جان ناقابل را بر طبق اخلاص که الله سبحانه و تعالی قبول بکنه. این وظیفه و مسئولیت همه امت اسلامی است که آماده جهاد بشن.